سلام و ارادت خدمت دوستان. خب امروز می‌خواستم در مورد طراحی سایت و نکات مهمی که در طراحی سایت ما باید بهش توجه بکنیم باهاتون صحبت بکنم. خب یه سری نکات خیلی مهم هستن. اولین نکته بحث اصول طراحی هستش. بحث اصول طراحی بحث ارزم بزرگ شما که رنگ ها هست، بحث تقارن هست، بحث این هست که کاربر با سایت راحت باشه و باید سایت طوری طراحی بشه که رنگ ها خیلی مثلا چند رنگ نباشه، چند تا رنگ زیاد نباشه، یه سایت رنگی درست نکنیم و سادگی داخلش رعایت بشه، چون چیزایی که حالا خیلی رنگی باشه و چند رنگ باشه و این داستانا حواس کاربر از اون محتوا و متن اصلی ما پرت میکنه. برای زیبایی شدن سایت حد اکثر 2 تا 3 تا رنگ اصلی کافی هستش که اینا رو میتونید از حالا پالت های رنگی که هست استفاده بکنید. بعد مثلا پالت های رنگی رو میتونید سرچ بکنید یا اینکه چند تا رنگ مثلا مربوط به برند و همون برندی که اون وبسایت داره همون رنگا رو انتخاب بکنید و سعی کنید ازش استفاده بکنید. این تا اینجا. در مورد میریم سراغ اصول رسپانسیو. اصول رسپانسیو اینطوری هستش که باید سایت شما توی موبایل به خوبی نمایش داده بشه. امروزه همه تقریبا با موبایل وبسایت ها رو چک میکنن، یعنی سایتی که برای موبایل بهینه نباشه خیلی بازدید کمی میگیره، مگر اینکه برای حالا متخصصان کامپیوتر باشه یا اون داستانی که کسایی که با کامپیوتر سایت رو چک میکنن. این تا اینجا. بعد از اینکه ما باید به وب رسپانسیو بودن سایت ها اهمیت بدیم، بحث نکات فنی خیلی مهم است. ببینید سایتی که از نظر فنی خوب نباشه، یعنی سرعت خوبی نداره، یعنی اینکه با دیلی بالا کار میکنه، یعنی اینکه سرور خوبی نداره، بعضی جا بالا میاد بعضی جا بالا نمیاد، خطاهای مشترکی ایجاد میشه داخلش و این داستان ها. پس در مورد سایت باید نکات فنی هم رعایت بشه. یکی دیگه از نکته‌های مهمی که البته باز هستم و پای ثابت ندارم، یه دوربینم تکون می‌خوره. خب یکی از نکات مهم دیگه چیه؟ یکی از نکات خیلی مهم دیگه اینه که بحث تجربه کاربر، یعنی کاربر وقتی وارد سایت شما میشه تجربه خوبی داشته باشه، اذیت نشه. یکی از چیزهای مثلا مهم توی تجربه کاربری منوها هستن. منوها خوب جایگزین شده باشن، منوها به خوبی مثلا در واقع جانمایی شده باشن. حالا من گفتم جایگزین، در واقع جای درستی داشته باشن. به عنوان مثال ما عادت کردیم که هوم سمت راست بالای صفحه باشه، ولی اگه شما بیا هوم مثلا بچسبونی پایین، به استثنای حالا یو آی موبایل، کاربر باید دنبالش بگرده. یعنی چیزای خیلی ساده، مثلا سبد خرید و تقریبا سایت های ایرانی همه بالا سمت چپ میذارن، ولی اگر شما سبد خرید رو بیای بذاری مثلا وسط صفحه، باید اسکرول بکنه تا برسه مثلا به اون آیکون سبد خرید، خب اذیت میشه، پیداش نمیکنه، اصولی هم نیست و تجربه خیلی بدی برای کاربر ایجاد میکنه. پس بعضی از سایت ها میخوان خلاقیت به خرج بدن و میان چیکار میکنن و میان اینا کاری که انجام میدن اینه که یه طراحی های حالا از خودشون در واقع در میارن که جدید باشه، ولی اینا باعث میشه تجربه کاربری به هم بریزه. به خاطر همین ما تو وبسایت ها میگیم سادگی و ارزم به حضور شما که راحتی خیلی مهمتره. حالا جدا از بحث سادگی خب و بحث حالا تجربه کاربر، یه سری نکات دیگه هست. ببینید وبسایت فقط ظاهرش نیست، باز دوباره توی بک‌اندش برنامه نویسی خوبی باید انجام شده باشه. توی بحث برنامه نویسی بک‌اند بایستی دیتایی که از کاربر میگیری فقط یه بار باشه، بحث لاگین و رجیستر ثبت نام و ورود کاربر راحت باشه. خیلی همه چیز در طراحی وبسایت خلاصه میشه توی بحث کاربر و اینکه کاربر راحت باشه. البته بهتون گفتم نکات فنی خیلی زیادی داریم. مثلا وقتی یه وبسایت خوب میخوایم طراحی بکنیم برای بحث سئوش نکات فنی خیلی زیادی داریم. اسکیما داریم، سرعت داریم، تی سی پی داریم،
نمیدونم TBT داریم و خیلی نکات بسیار زیاد دیگه. خب بحث امنیت و محتوای با کیفیت. خب اول امنیت رو میگم. ببینید امنیت اینطوریه که وبسایت شما اگر امنیت نداشته باشه هک میشه، اذیت میشه. در مورد بحث امنیت وبسایت و اینجور چیزا ببینید خیلی این روزا امنیت مهمه، امنیت کاربراتون مهمه. اینکه ارزم به حضور شما کاربراتون امنیت اطلاعاتشون رعایت بشه، حملات CSRF، جاوا اسکریپت اینجور چیزا مثلا انجام نشه. این موضوع خیلی مهم هستش. به خاطر همین ارزم به حضور شما که باید و حتما بحث امنیت رو رعایت بکنید. پیشنهاد من حالا حد اقلی سایت های وردپرس این است که افزونه WP All Security رو نصب بکنید و به یک متخصص امنیت بگید که اینو براتون کانفیگ بکنه. خب میرسیم سراغ محتوا. ببینید همه این کارا رو بکنیم یه محتوای بد رو وبسایت بالا بیارید اصلا جوابگو نیست. پس شما باید حتما کارا رو انجام بدید. یه محتوای خیلی عالی روی سایت بیارید بالا و محتواتون هم چیزی به کاربر اضافه بکنه، کپی از بقیه نباشه. ببینید چیزی که الان وجود داره که خب وجود داره، بقیه میتونن استفاده بکنن. شما باید چیزای جدید به کاربر بدید، اطلاعات جدید بدید، چیزی بدید که واقعا به دردش بخوره، اطلاعات به درد بخور براش ایجاد بکنید. این که مثلا همه محتوا خوب باشه یا میرن با هوش مصنوعی یه سری اطلاعات از بقیه سایت ها یا کپی میکنن یا یه ذره مثلا اطلاعات میگیرن، حالا متنش رو کم دستکاری میکنن و اینا 80-90% به نظر من به شکست میخوره. چون اطلاعات باید از دل تجربه بیاد، از واقعیت ها بیاد. یعنی اگر شما یه چیزی به کاربر میگی یه چیزی باشه خودت تجربه کرده باشی، واقعیت باشه و چیزی باشه که واقعا یه انسان اون رو نوشته باشه. ببینید ما بحث سازگاری با مرورگرها رو هم داریم. بعضی از مرورگرها واقعا مشکلاتی ایجاد میکنن برای بحث وبسایت ما، مثل سافاری یا اج. ولی شما باید تا سایت جوری طراحی بکنی که هم توی کروم، سافاری، اج همه اینا نمایش خوبی داشته باشه. اکثر وقتا این سایت ها توی بحث نمایش در واقع موبایلشون استالش به هم میرزه و اینا. تو مرورگرهای مختلف کاری که باید بکنی اینه که یه سری شبیه سازا هست، مثلا شبیه ساز گوشی مثلا آیفون، خب یا گوشی آیفون تو وصل کنی به لپتاپ، در واقع وصل کنی اون صفحه رو توی گوشی ببینی، یا اینکه از شبیه سازا استفاده بکنی که بتونی اینسپکت بکنی. خب گوشی تو وصل بکنی و بری رو حالت دیولپر مود که بتونی اینسپکت بزنی و کدا رو ببینی، اصلاح بکنی. اما تو شبیه ساز خیلی راحت‌تر. البته بعضی شبیه سازا پولیه، بعضیش رایگانه. این هم از این داستان که حتما وبسایتتون رو توی همه مرورگرهای مختلف تست بکنید که درست کار بکنه. این یه نکته بعدی اینه که توی وبسایت ها یه چیز می‌خواستم بگم یادم رفت. در مورد چی داشتیم صحبت می‌کردیم؟ در مورد اینکه تو همه مرورگرها و مورد بعدی این که کلی عملکرد وبسایتتون رو همه جا تست بکنید. تست کردن خیلی مهمه. اینکه شما یه وبسایت درست بکنید و همطوری آپلود بکنید روی هاست ممکنه مشکلاتی رو به هم بزنه. قسمت به قسمت وبسایتتون هم توی موبایل هم توی دسکتاپ چک بکنید تمام عملکرداشو که درست کار بکنید. خب من به خاطر حالا سر و صدا و رفت اومده که میشه قطع کردم ویدیو رو، دوباره ادامهشو میگیریم. خب عرضم به حضور شما یکی از ابزارهای تست خیلی مهم خصوصا برای SEO بحث اسکریمینگ فراگ هست. حتما سایتتون که طراحی شد و طراحیش تموم شد با نرم افزار اسکریمینگ فراگ شما چیکار بکنید؟ سایتتون رو یه بار بدید به اسکریمینگ فراگ اسکن بکنه. بعد از اینکه اسکن کرد یه سری ایشوها به شما بده، خصوصا ایشوهایی که در واقع لیبل های دارن اونا رو باید رفع بکنید. مثل اینکه مثلا
تایتل رو دوباره استفاده نکرده باشید، تگ H1 رو دوباره استفاده نکرده باشید، یا اینکه مثلا تصاویر شما تگ آلتو داشته باشه و و صفحات 404 لینک های 404 نداشته باشید و از این حرف. حالا نمیدونم این صدای موتورسیکلت اینجا از داره گاز میده میاد تو ویدیو یا نه، ولی خب رفیقیم دیگه، من دیگه حال و حوصله یا کاتو نمیدونم این چیزا ندارم. بریم ادامش. یکی از مهمترین بحث‌ها بچه‌ها بحث قیمت هست توی طراحی وبسایت. خب ببین در مورد بحث قیمت وقتی بخوایم صحبت بکنیم، خیلی مسائل مختلف روی قیمت تأثیر گذاره. بذار من اینو ثابتش کنم. مسائل زیاد، یعنی واقعا زیاد، نمیشه بشماری، ولی ساده کنم براتون. وقتی شما کسب و کارت اول راهه، نیاز نداری بری یه سایت گرون طراحی بکنی با آخرین تکنولوژی روز. وقتی اول راهی، یه سایت ارزون، میتونی یه سایت وردپرسی طراحی بکنی، کار انجام بدی، ببینی که اصلا آیا شما با طراحی این سایت به یه نتیجه حداقلی میرسی. اگر رسیدی بعدش ادامه بدی، اگر نرسیدی که هیچ. اگر رسیدی بعدش بری سایت گرونه رو طراحی بکنی. خب من تو این ویدیو تلاشمو کردم که کل مطلب و چکیده‌شو بهتون بگم و برسونم. بقیه‌اش هم توی متنایی که نوشتم توی وبسایت خیلی کاملتر اونجا توضیح دادم. بخونید، انشالله که مفید بوده باشه. موفق و پیروز باشید.